سرودی ازبکی کم سراییدم راستیگه لیکن تویا با میخونم تاجیکستان любимый не каждый вечер снится сон. Прототип дорад ами Катерина ё не? سرودی دخترکای غربی باز در ایجادات من یک تکانی دیگر بود. این سرود حتی هنرمندان افغان ایران خواندن، در ازبکستان خواندن، در ناحیه خب جرگتال، بعد انجا ناحیه غرب، خب نوراباد، در همون غرب باور کنید وقتی که ما رفتیم هم علاکه یک ساعت پیش کنسرت علاکه جای خالی نبود. در سیمای دخترکای غربی من ابرز دختری تاجیک را من نشون دادم. سالهای 90 من با قصه خوانی مشغول بودم. در آنجا از پای پسر سوسمار خون مکیده ایستاده بود است. аввалан миннатдорӣ худа баён мекунам акаи байло ки мусоҳибаи рӯ дар рӯ бо моро қабул кардед. мо суханро аз он шурӯъ мекунем ки шумо кай ба эҷодиёти касбӣ, манзури ман мактабӣ ё ки баъди мактабӣ нест, касбӣ расман ба ҳамин эҷодиёти суруд шурӯъ кардед. ایجادیات کسبی من راستیگه از در وقت تحصیل در دانشگاه هنرهای زیبایی به نام استاد میرزا توسن‌زاده آغاز یافت. وقتی که در اونجا تحصیل میکردیم من در شعبه اکتوری دراما و کینو در فاکولته تئاتروی میخوندم، لیکن ما در همانجا موسیقی رو یعنی که کسبی تر، یعنی که با تنظیم آواز، با جابجاگذاری آواز آموختیم و به ما معلم از تئاتر اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی محترم نظرف دادن. خب نظرف به ما درس آواز می آموختن و عموما در تئاترهای موسیقوی گویا که ما همچون متخصص تئاتر شده ایستادگی بودیم. از همانجا علاقه ما یعنی که به کسبیت رو آوردیم، جا به جا گذاری آواز در کدام یعنی که لپیشی آواز، کشیشی آواز تا به جور رسانیدن آن، یعنی که به نوته ها رسانیدن، در همانجا ما به کسبیت رو آوردیم. چی باعث شد که مثلا شما از تئاتر با موسیقی رو برید؟ مثلا خود رو شاید در تئاتر پیدا نکردید. چی باعث شد؟ در تئاتر من راستیگه پیدا کردم. من علاقه در سه خواهرانی چخوف من رول توزینبخ را اجرا کرده بودم و غیر از این من وقتی که تئاتر دولتی لختک اولین بار گشوده شد در تاجیکستان همون سالهای 1983 ما با تجربه آموزی به مسکو رفته بودیم. بعد آمدیم با آموزش به ما استاد ویکتور سمیرنووا، هنرمند مردمی روسیه، در همون سال 84 آمدن با ما همکاری کردن و در همانجا اولین بار من در تئاتر نقشی نانوک رو اجرا کردم، زرگوش نانوک رو اجرا کردم که در آنجا آهنگ های بستکار قدرت‌الله یحیی‌یف بود و بچگانه سرودای بچگانه خواندم. این البته وقتی که من از همان وقتی به فولکلور رو آورده بودم من الکی میدونستم از کودکی که ما در مکتب با بازی های کودکانه شروع میکردیم، بسیار سرودای کودکانه میسراییدیم و در همانجا اثرهای کودکانه که در همین اسپکتاکل نانوک بود استاد قدرت‌الله یحیی‌اش نوشته، من همون رول نانوک رو اجرا میکردم و همون سرودهایش رو همش رو خودم میخوندم، سرودهای کودکانه رو. آموزش سرود، خواندن سرود همین طور به من پیدا شد و بعد از آن
وقتی که به خدمت حربی رفتم، بعد از خدمت حربی آمدم. کدام سال باشد؟ سال 86 من خدمت حربی رفتم. بعد آمدم در تئاتر حصار کار کردم. اول در خانه پیانیران کار کردم. در آنجا نیز کروژوکی لختک رو کشیدیم با سرود آموزی. و بعد از آن تئاتر لختک رو در اون وقت کلخوز لنینیسم بود در ناحیه حصار، در همونجا مخصوص تئاتر کشیدیم که از خودی حکومت آمده قبول کردن و تئاتری با تمام کسبیتش بود، یعنی با سرودهای کودکانه و اجرا میکردیم. بعد از آن در تئاتر وقتی که اجرا کردیم، رول بازی کردیم، رژیسور ما فیضعلی غنیف بودن و صحنه های عجیب با سرودهای هجوی خوندیم. همین خیلی سرودهای بعد خلقی، همین سرودهای خلقی ما نام برآوردیم. همین خیلی اولین سرود شما کدام سرود بود؟ اولین سرود من از جهت کسبیت گویم این سرودهای مورگی بود. سرودهای مورگی این آمیخته شوی خب از کتاب پروفسور نظام نورجانوف، آمیخته شوی صنعت خب بخارا و ایران، یک جای کشی، سراغا، سرخانه، اوفر، گردش که همین به طور کسبی استاد نظام نورجانوف نوشتن و با دایره خوانده بودن. شهدش رو همه خیلی بعد سرایدن موفقیت پیدا کرد. پس از اون دوم سرود کدام سال بود اگر؟ این سالهای 88 بود. پس از اون سرود خلقی عروس اسیسار شادمان رو سرایدیم. بعد از قرطاق آمدیم، این آهنگای ما خودمون همین سخنهایش هم خودمون می نویستیم و خب برادران شادی مراد تاشف بودن، همراه ما کار میکردن، بسیار قلمی وی داشتن، می نوشتن سرودهای خلقی رو. یک گروهی داشتیم که از 12 نوازنده عبارت بود در همون انسامبل. پس ما رو به انسامبلی اون وقت جمعیت تئاتروی بود، جهان‌آرا پدیده، به تئاتر پدیده و دعوت کردم. در آنجا هنرنمایی کردیم با استادان نورعلی دودربک، خال مراد تقوایی و بسیار حیاتای مومنه و همکرسی ما. بعض از اون سرودهای باز نه و به نو ایجاد کردیم. سرودهای اول به آهنگ لایق بود، به شعر لایق، دنیا گذره. سرودهای زمانوی علکی بود. دنیا گذره چو موج دریا گذره، دریای دلم ز بحر دنیا گذره. دنیا گذره چو موج دریا گذره. این سالا گذشت سالها هم گذره، مثلی من و تو در این جهان کم گذره. دنیا گذره چو موج دریا گذره. عمری من و تو پیش و یا پس گذره، از بزم جهان نوبت هر کس گذره. دنیا گذره چو موج دریا گذره. دریای دلم ز بحر دنیا گذره. همینطور سرودهای یعنی که سرود موفقیت پیدا کرد. کدام سال بود؟ سال 88 علاقه بود. 88 در رادیوی جمهوری میرفت. سال 1988 پس از اون خیلی سرودی عروسی ساری شادمان رو ما در همونجا در تلویزیون علاقه یعنی کلیپ کردن در قلعه ایسار. علاقه صحنه های تئاتروی در تئاتر خلقی ایسار همراهی گل محمد نظرف اجرا میکردیم. سرودهای هجوی
مردم حج رو خیلی ناس قبول میکردن. همون وقت اکتوری ما خیلی صحنه اجرا کردیم. بس عموما من وقتی که در تئاتر پدیده کار میکردم، استادی ما که نورعلی دودربکوف کسبیت رو طلب میکرد، ما سرودهای خلقی رو نیست در همونجا به کسبیت در آوردیم. یعنی که سرخانه سرودهای مورگی باز گشته ایجاد کردیم، لیکن ما علاقه دیگر سرودهای مورگی، اون چیزی که در بخارا میخواندن نه، ما علاقه خودمون از پیش خودمون، یعنی آهنگای با دایره چند قسمه برآوردیم. البته در صنعت تاجیک خدمت یعنی 4 ظرفای مورگی بود، خدمت استادی بزرگی صنعت تاجیک اکا شریف جورایف بسیار بلند است. منم 4 ظرف اکا شریف جورایف از سرخانه عبارت است. من ای جانی من یاری تویم، نمیشوم یار به کسی، ای دردامی تویم، نمیشوم رام به کسی. ای آن کاسه شربته که با هم خوردیم، ای هرگز نخورم شراب، ای در جامی کسی باز هوای چمنم آرزو. همین این شهدا همش از مورگی گرفته شده است. ما اناریم بله، چشمان سیاه داری قربانی تو من. همین از مورگی این بهترین شاهکاری در صنعت ملی تاجیک، یعنی گردش و اوفر و ضرب و گردش های استاد اکا شریف جورایف به یک چارچوبه گذاشتند که محاذی همون رویقتی رفت. وقتی که سلسله سرود میکنیم، سرودهای خلقی رو وقتی که سلسله سرود میکنیم، من ما در نوروزها گزارش میکنیم چند آهنگ رو یک جایه کرده سرودهای خلقی رو، یعنی که به مثل سلسله سرود، یعنی بس که ضربای ما یخیل میره سلسله سرود مینامیم، یکی در آهنگ های استاد اکا شریف جورایف ضربا ایواز میشه. من به نزدیکی دعوتی بودم در بخارای شریف، 2 روز آنجا رفته بودیم و همچون مورگی خان، یعنی که در یک معرکه بودیم، ما فریاد کردن. بعد من در کنسرت های هم نیز مورگی های خودم رو ایجاد کرده بودم. البته در آنجا بود با شعری استاد میرزا طلسم‌آباد سر کردیم که تا توانی دوستان را گم مکن، هی 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 هی، تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست تو بودن مشکل است، هی هی، در جهان بی دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کن، مشکل آسان کن، کسان را گم مکن. آه لبی هوس چارمنار در بخارای، در بخارای، نازو گدا چشما خمار، دلبری مایه، دلبری مایه. این مورگی اکن این اهلبی هاوس شارمنار راست دیگه من خودم نوشتم، لیکن همون ایجاد کردیم. وقتی که رفتیم در همونجا با چند دو بیتوی دیگر خودم ایجاد کردم، کم کم
بیاروین سیر بخارای شهر قدیمی روی دنیای. همه خیر از سرودهای خلقی که من رو آوردم این سرودی دخترکای غرمی. سرودی دخترکای غرمی باز در ایجاداتی من یک تکانی دیگر بخش. این با کدام سال هروس میبید؟ این من راستیگر سال 98 این سرود رو ایجاد کردم. یعنی مرحله دومی ایجادیات شما، مثلا مرحله اول آخری شوروی تا ابتدای استقلالیت. لیکن من در همان وقتای علاقه سالهای 90 من با قصه خانی مشغول بودم. منم قصه شروره و زلزله که در حصار بود، البته و سرودها از 10 دقیقه زیاد دوام میکرد. بعد سرودهای قصه هایی که من این در بین خلقی هم قصه خانی بود، یعنی که من اون کودکی که سوسمار میخورد، مثال مادر پدر برای که پدر مادر رو سپارش میداد که تو پسرش رو تنبیه دید برده آقل به محکم کنه و در همونجا مادر کودک رو در آقل محکم میکنه برای که یک دختر همسایه لای قطی میزنه. کودک گریه میکنه، داد میگوید، میگن که خیلی گریه میکند، خاموش میشه. لیکن در آنجا از پای پسر سوسمار خون مکیده ایستاده بود است. های خونی کودک تمام میشه، کودک وفات میکند و همین قصه رو من خواندگی بودم و البته در کدوم توی معرکه میرفتم البته میگفتن که همین قصه سوسمار رو خواند. برای که فرزند همه به عزیز است و بسیارتر در کجا این سرودهای قصه خانی رو میخوانده. بعد از آن مرا به کار به تلویزیونی تاجیکستان دعوت کردن سال 90 1992. من در انسامبل جهان آرا با طور آزمون یعنی به کار قبول کردم و در اونجا سرودهای شاه دختر زر در کمر و دیگر سرودهای مادر و مورگی قسم دیگرش رو سلسله ها رو ایجاد کردم، سراییدم. پس از اون سال 98 سرودی دخترکای غرمی باز در ایجادی من یک تکانی نقص شد، گرچنده که سرود اونقدر هم یعنی که چی میگم من برای من معنی دارد، برای که من ابرزی در سیمای دخترکای غربی من ابرز دختری تاجیک رو من نشون دادم، قدی بلند، ابروی کمن. خب یگان واکنش نشون ندادم، واکنش منفی منظوری من است. منفی نه، یگان منفی نه. اگر منفی نشون میداد مثلا یگان کس ایراد نگرفت در مورد همین سرود که مثلا چرا شما دخترکای غربی رو مثلا ستایش میکنید؟ نه، وقتی که ما این سرود رو وقتی که ما در همین یک آسایشگاه دم میگرفتیم، تبابت میگرفتیم، همراهی همون موسیقیچیان هم بودم، 2 نفر بودن، مظفر شراب و دلشاد ربیف. در همونجا سرودی وای به خاطرم رسید، سرودی استاد نگینه راپوه، همون قدت بلنده یار ابرو کمنده یار میانی ابروانش خالص منده یار. بنام من استادم که وای کده قدک بلند شد صدقه ابروی کمن شد صدقه خالکی سمن شد صدقه و میانی ابروانش خالص سمن بود. بجه پرتفته همون یعنی الهام آمد، یعنی متن رو خودی شما همین خیلی از همون سرودی خلقی که نگینه رفت و خام من همین قشنگیتم. بعد همین قد ایستادیم، بعد انا گفتیم بعد دختری قشلاقی را گفتیم که قدکی بلند ابروی کمن شد صدقه دختری قشلاقی را. بعد با ایستادم، بعد یکی بعد همه آمد دخترکای غرمی را کوکای دری را. همیتا ما کپی داری خیلی بینه اکن
در اینجا کپ بینید که کپ یک پرنده زیباست. کپ پرنده زیباست. ما همون ابرازی دختر با فکر کردیم که یعنی که دختر تاجیک زیباییش همچون کپ نمیخواد. نه اگه با شما باید یعنی دخترکوی غربی ما سر این با میستیم چندین سرودهای دیگر درباره دخترهای دیگر قومیت‌ها سرود است. مثلا درباره کاترینا دختر عاشق شدن با دختر روس یا اینکه دختر حصاری یا اینکه تاجیک دختر، از بین همین سرودها تنها همین سرود معروف شد و کسی اگر عبیدالله کرامت گوید در ذهنش دخترکوی غربی پیدا میشه یا اگر دخترکوی غربی گوید در ذهنش عبیدالله کرامت پیدا میشه. چرا مثلا همین سرود دیگر سرود بسیار با قولی یعنی گل کرد، سرود معروف شد. همون سالها الکی وقتی که به خارج سفر میکردم چند بار دبی الکی دیدم که ثبتای من در همون طربخانه های دبی ماندگی بود. میدر اومدیم خب چای نوشی و هم در همه جا الکی ماندگی بود. من فهمیدم که الکی در خارج کشور این سرود رو ایرانی ها گوش کردن، افغان ها. فارسی زبان روی جهان در بسیار البته دولت هایی است که در هندوستان فارسی زبان است، در ایران، افغانستان، پاکستان، در همه جا در دیگر دولت ها هستند. پس از اون این سرود رو وقتی که اینترنت پیدا شد باز یعنی محوره در محوره الکی در همون اینترنت ها الکی بسیار هنرمندای خارجی سر آیدند. سرود تا حالا همون سالی 98 99 به 2000 بود تنظیمی نو کردم در آلبوم 2001 برآوردیم. باز سرود تا حالا همین کجایی که نرویم همون از روی همون دخترها بسیار هنرمندا خواندن، ثبت هم کردن و هم کردن، لیکن در همه جا آهنگی عبیدالله کرامت میگه. خب و تاریخ یک سرود برنامه تلویزیونی تاجیکستان کرد. من در آنجا همش رو گفتم و وقتی که من سالی وقتی که در شاهراه وحدت رفته بودم، در شاهراه وحدت خب در ناحیه خب جرگتال، بعد انجا ناحیه غرب، خب نوراباد، در همون غرب باور کنید وقتی که ما رفتیم هم الکی یک ساعت پیش کنسرت الکی جای خالی نبود. نه واقعا یک سرود همین سرود رو خوانده بودم در همونجا، همه بیرونو در بیرونی همون چی میگن قصر فرهنگی الکی مردم بود. بازی تکنیک های نو البته از آواز ربایش بسیار نسک و تازه بلند. این سرود حتی هنرمندان افغان ایران خواندن، در ازبکستان خواندن، خب در بسیار دولت ها خواندن. اون من هنرمندانی ما گجای نروه میگن که استاد همین سرود شما رو ما در توی 2 بار 3 بار میخونیم. چون سرود عروس ایثار شادمان هم بسیار معروف شدگی بود در همون زمان. عروس از ایثار شادمان در بسیار هنرنمی های صحنه های کلان الکی این رو سر آیدیم، بسیار آوازه کرده. در نوروز ها سر آیدیم. سرودی کاترینا این من گویم از همون دوره های خدمت حربی سر شدگی بود. یعنی سرودهای روسی سر آیدنتون؟ سرودهای روسی راستی گپ سر آیدم. این سرود روسی نیست، با زبان تاجیکی آهنگ روسی است، نه که آهنگ خودم ایجاد کرده با امر تبدیل در کشوری روس. لیکن در همون اینترنت گاه یکی بینم همون کاترینا نوشته بسیاری ها گوش میکنن. پروتوتیپ دارد همین کاترینا یا نه؟ نه اکنون این پروتوتیپ
آخران با سروده که من با زبان روسی ایجاد کردم، لیلا باشد. لیلا دو بار من سراییدم، باز با نمود 90 روزی به نزدیکی ثبت کردم. بعد سرودی روسی خوندم، تاجیکستان. Таджикистан, любимый дом, мне каждый вечер снится сон, как будто снова где-то в нем гуляю жарким летним днем. Таджикистан, Таджикистан, земля моя, люблю тебя. Таджикистан, Таджикистан, мать родная, люблю тебя. این تاجیکستان هم خیلی سرود راست دیگه معروف شد، از همه جا زنگ میزنن، خیلی ثبتاش هست. نمیدونم در اینترنت باشد نباشد، لیکن من در کنسرت امسال سراییده بودم در استقلالیت بسیار. بعد از همه جا همون دوستان زنگ میزنن که سرود ماده فریست. سرود تاجیکستان. تاجیکستان. باز کدام سرودهای روسی دارید؟ روسی خیلی لیلی میخونم به طور اکاپیلا بسیار وقت سرودم. سرود خلقی روسی نه روسی است. بعد لیلا گفتیم. Ах, у нас на озере лилии цветут, а мою любимую лилии зовут. Поднимусь к озере, лилии нарву, и тебе, любимая, я их подарю. На-на-на, 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 знаю, знаю, не придешь, знаю. У калитки ты стоишь, у калитки ты стоишь, другого ждешь. خیلی دوام دارد. این خیلی سراییدم. با دیگر زبان ها، مثلا زبان ازبکی سراییدگی هستید یا نه؟ اگر سراییدگی نباشید عزم دارید که سرایید؟ راست دیگر به طور یک سرود یک وقت سراییدگی بودم، شیر و شکر. این از کتاب شاعران وادی ایسار گرفته بودم. شیر و شکر تاجیک ازبک برادر بود. این همون سالهای پیش سراییدگی بودیم، لیکن باز دیگر خیلی تر کردیم، لیکن ما ثبت کردگی نیستم. عزم ندارید که همه را ثبت کنیم؟ یعنی ثبت میکنیم. برای چی مثلا ما کشوری همسایه و دوست داریم، بعدا در تاجیکستان ازبک زبان ها هم زیاد هستند، البته مخلص شما هم هستند. ما در بین همین ازبک ها حتی مثلا زندگی میکنیم، به همین خاطر من نه اینا ثبت میکنیم، البته ثبت میکنیم. یک سالای ثبت کرده بودیم، خوانده بودیم. من ثبت کرده بودم با 4-4 ضربی 4-4-1 بود. بعدم ویره با 6 ریتم 6 یعنی خلقی باوی کردیم. اول ثبت کردن همون ثبت گم شد. انکه حاضر بسیار در معرکه هایی رویم که ازبک زبان ها باشد میسرایم همین رو که erur kadın kadından tacik Uzbek beraber farkı yok birbirinden dubaliye kabuter tacik Uzbek beraber ey tacik Uzbek beraber mehman navaz insan dost sazavari nekuyi suzlaysalar tarafay گویا که شیر و شکر تاجیک ازبک برادر تاجیک ازبک برادر. اینا خیلی سراییده بودیم. به نزدیکی راستیگر یک سرودی یعنی که به دستم افتاد، یک سرودی این آهنگش پیش بود، شعر عبدالرؤوف عالموف باشد یکی به طوری نه همین خیلی در نیت دارم که خیلی همین با زبان ازبکی است، لیکن خیلی
بکنیم همین ثبت کردنی هم روزهای نزدیک آهنگش هست. سرودی ازبکی کم سراییدم درست دیگه، لیکن تویابا میخونم که بعضی وقت یکی چی میگن درخواست میکنم اکسنت یک چی میگن یکی آدم یک خطا نخونم گفته وای میکنم خودداری میکنم. نه که همین سرود در یک جا خوندم نه در یک معرکه bu turfa güller aytin muhabbet bağdan mı اکی راستی من عودین میبرم نمیبرم مشق کرده این رو ثبت کنید بعدم میشونم میبینیم. بعضی در خودم مقننه که بچه ها گفتن که بیا همین خان اگر موسیقی نوازم ها گفتم مشق کنم یک ماه دو ماه مشق کنیم کنی اگر که زبان چسب پرد یگان کس تنقید نکند یعنی که همون خطا خوانده ایستاده. ای رفتم ای کوچه برآمدم با کوچه ای پیشمی برآمد ریپ با طور زمانوی حاضر برآمد. اینه که اگر تاریخی همین فرهنگ تاجیکی بینیم نمونه هاش هست. اما مرغا که بوپی داری چوچی داری خال داری باله مرغا باله بچور مرغا رنگ همون ریپه لپر خلقی ها زمه گره لیکن لپر این معنای اون داره که با رقص اجرا میشه با حرکت اجرا میشه. من موسیقی های خارجی گوش میکنم. من حاضر همه ریپ خانه خودمون یک همین اکنون گزارش از ریپ که در دیگه جا ترقی کرد حتما ما دا اومده گرفتن با چند نفر دیگر ریپی تاجیکی گفته برو زلفکانی انبرینش گفته آخی مرد خواند برای زن و زن زلفکانی انبرینت گفته یا اینکه با مرد گفته میشود که بسیار هنرمندان موسیقی به اعتبار میتین موسیقی در اعتبار میتین و متن چی خیلی که رفت برای وی فرمد چی خیلی که استادانی پیش گفتن که ستاره ها یا میبرند و باز خاموش میشوند.